سوئل چیگینی کیه؟ سوئل چیگینی یکی از با استعدادترین رپرهای نسل جدیده که اونقدری که باید بهش بها داده نشده. سوئل چیگینی عضو گروه فریاسه و میشه تو عضو فریاس باشی و بد باشی، اصلا امکان نداره. با آهنگایی مثل اقوا و قرارگاه و باقری به ما نشون داد که خیلی رپر توانایی آهنگ کوفش هم که مال 3-4 سال پیشه خیلی خفنه و لیریکالی قدرتمنده، تکنیکال قدرتمنده، کارش خیلی با کیفیته و درسته ویو بالایی نداره، سابسکرایب و فالوور بالایی نداره، ولی بازم با این حال کار با کیفیت و قدرتمند و با کوالیتی تولید میکنه، چون آدمیه که تو آشین نیست و من خیلی دوست دارم دیسپوزیشو با این نفر ببینم، چون این قلم پتانسیل دیسپوزیش یه چیزایی در حد مثلا کی بگم در حد فداییه. من این حسو دارم، فکر میکنم خیلی از نظر تکنیک رپ کردن، دیس کردن خفنه، چون رجزای خوبی تو آهنگاش میخونه، اصلا بد رجز میخونه. حالا اومدیم امروز با هم آهنگ شکاریشو با هم گوش کنیم و اسمایی که سوئل میذاره خیلی خفنه رو ترک ها، اصلا یه اسم پرمسما خفنه. شکاری مثلا آهنگای قدیمش اقوا، یا مثلا باقریش یه آهنگ چیز بود، مثلا داشت یه حال هوای سال دهه 40-50 تو ایران نشون میداد، تهران قدیم و این داستانا. حالا هم امروز آهنگ شکاریش میخوایم با هم دیگه ریاکشن بریم. لایک و کامنت و سابسکرایب بزن که بریم. فقط بچه‌ها شبیه داریوش شدم، داریوش اقبالی، نه داریوش اقبالی. به میگن شبیه داریوش شدی. سقوط من در خودمه. آقا ببخشید، بریم سراغ ویدیو. عجیبه، واقعا عجیبه. خب شاتری چیگینی، خب یا کاورم یا خود چیگینیه که خسته است، عرق کرده و کلافه است. خب این چیزه ویالونه، ولی انگار یه ذره خشن ویالونه. اگه به گوشت رسید اسمم احمقی بزنیش پای قسمت، نگو در میاد از سکوت ترسم، درست کم حرفم اما بی‌حس نه. آقا مگه میشه فریاس ترک بده تو هی نخوای استوب بزنی؟ خب معلومه باید استوب بزنی. چی میگه نگو از سکوتت میگیره هرسم، یعنی اینکه من کم کارم، نگید چرا کم کارم، من کم حرفم ولی بی حس نه، یعنی با حس و با قوی کار انجام میدم ولی کم حرفم دیگه، سعی میکنم کار با کوالیتی انجام بدم. منظورش اینه. خود یاسم همینو میگه. یاسم میگه به سکوتم لحن دادم و فلان اینا. کلا فریاس تو کمکاری تو رپ فارسی اصلا سمبل کمکاریه و میبینیم که خیلی کم ترک میدن ولی با کوالیتی، یعنی هر ترکی که از فریاس میاد خفنه. باقری خفن بود، باق خفن بود، کلا مگه میشه از این لیبل آهنگ بیاد و خفن نباشه؟ و اگه بیت قبلی چی گفت اگه رسیده اسمم به گوشت نذارش پای قسمت، یعنی میگه یعنی به من میگید مثلا خفنی الان اسمت پیچیده، به این معنا نیست که من قسمت داشتم یا خدا واسم خواسته. من کارم قوی بوده که الان دارم وایرال میشم، خفن میشم، اسمتو گوش همه میرسه، همه سر زبونا میافتم، کارم خفنه. به خاطر این نیستش که من قسمت بود و یعنی تلاش کردم، یعنی شانس نیاوردم. منظورش اینه. آقا بریم ادامه. دای توی جسمم مصره تو دل ورسم حاجی اسم بازم هیولا. سوئل لقبش تو رپ فارسی هیولای رپ فارسیه و این لقبو کی بهش داده؟ سلطان یاسر بختیاری. یاس بهش گفت که سوئل هیولای رپ فارسیه و جوار عمو یاسرم با سرم. چاکرم. دای سوئل که دیگه لازم به تعریف نیست دیگه، به امید خدا شاهد حضور یه هیولایی توی رپ فارسی خواهیم بود. امیدوارم که میگه این هیولای مثل یه مصرع تو دل ورسم. چقدر رایم خفن، چقدر چینش جملات خفن و آدم حال میکنه. بعد کاوره این انگشتش که اینجوریه، من حالا انگشتم توپله یه اینجوری هی میشه، انگشتم من توپله قشنگ معلوم نیست، ولی بریم سراغ ادامه. که قسم حتی برا راننده اسنپ شدم لاشی واسه دلم، به خواسته هاش میگفتم سب کنه فعلا. نمیبینم زندگی و ترن، نه خدا مشت و مال داده به گلم.
من تو مغز و استخونه گرم وقتی همه چسبیدن به پوست لگن اینا که خیابونی نیستن اینا ولن تا یه گرم میکشن هنر رو بگن میزنه همه ضربه ها رو گل حاجی تو استو هم ظلم فکر کنم داره یه ذره نه که دیس به کسی بده ولی داره یه ذره میگه اینا که از خیابونیاری در میارید شما خیابونی نیستید ولگردید. یعنی داره اینجوری میگه هی نگید خیابونی و میگه اینا هی آب میکند. حالا نمیگم از این داستانا میزنن و با این کاراشون تر زدن به هنر و راستم میگه. یعنی هنرمندی که بیاد چیز کنه هنرمند نیست ولی بازم نمیشه اونقدرم چیز کرد چون تو رپ خیلی یار داریم حتی اون وریا که این داستانا رو انجام میدن و نمیشه چیز گرفت ولی بازم میگه هنر رو خراب میکنین داستانا. کار ندارم بریم ادامه. بارتز میخواستم هم قدم ستاره هاشم بی کانورس نشم با یه کانفس همونجا خیابونا بهم دادن یه آدرس اتاقم خونگی شدم کار بار ورس تا نوشام نشست جلو بازرس که کرد طلا رو نقره داغ جناب مس هر شب خودمو میکنم آچار کشی واسه این که تو صاف بشی دور هنرمند حسار کشید همون امضایی که میخواد مچالشی هر شب خودمو میکنم آچار کشی واسه این که تو صاف بشی آقا اصلا ما قارنشین شما شمال نشین روخین ایسان درونی تسلام بدون وراجی تو دل اوه شما شمال نشین نمیدونم چی بگم. احساس میکنم یه ذره بچه های شمال رو میگه. بچه های شمال کیان؟ گاتپوری و هیپوپولوژیست رو نمیدونم من اصلا کاری به این چیزا ندارم و میگه میکنم خودم آچار کشی واسه این که تو صاف بشی. من دقیق بچه نمیگیرم این بیتو اگه میتونید تو کامنت ها بهم بگید تو صاف بشی منظور از تو کیه؟ مخاطبه؟ یعنی من خودم آچار کشی میکنم که یه چیزی بدم که مخاطب صاف باشه یعنی راه درست رو پیش بره. منظورش اگه اینه که جالبه ولی اگه منظورش اینه که مثلا دیس بخواد باشم میشه دیگه. یعنی من خودم آچار کشی میکنم که دهن تو رو صاف کنم تو رو صافت کنم. بعد میگه رخی نیسان درونی تسلام. اوف این قشنگ بود اینو دوست داشتم. رخی نیسان درونی تسلام یعنی رخم قدیمی و هیولاتور و ترسناکه چون نیسان آبی سمبل ترسناک بودن بین ماشینه دیگه ولی درونم مثل تسلا مدرن و خفنه. یعنی نبین من استایلم قدیمی طور مو فر دارم و سیبیل یهو درونم مثل بچهای جوون و دهه‌های جدید تسلا طور و قوی و پیشرفته است. یعنی فکر نکن نشستم یک گوشه. ولی یه چیزی به اسم یه قارنشینم گفت یعنی میگفت ما قارنشینیم اصلا ما قارنشین ولی شما شمالشین و کلا داره یه پخت و پز خفنی میکنی. تو من زیاد دارم حرف میزنه بریم ادامه. ورسام نطقای بانمک میکنم پیش نسوان انگاری شیرین بیان توی استکان با اینکه پوست کل افترم تمسا خودمو لابی ادبا کردم اصلا اما اصلا نیستم اهل اصرار حتی گفتم به بالا سری به خودم بسپار برام میگذره خوش شباش حتی با خوش لواش وجدانم پولو برید ببین گارد من رد نمیشه مشتلاش تو هم رو بچه ها جواب میده لولو خورید یه مردم میشناسن نه دشمناش که با خود کارم را میندازم خونو رو بیت تو رو جدی نمیگیرم من خوش دراش که میدوید به همه نشون میدی گورو خونید میگه یه چی بخون که بشه لنگاوا حالا که درست شدنینی با گله را پس شل کنیم امشب برو یالا چرا چون همه تو عشق و حالن الا ما انگاری فرق داره تعریفمونه حالا من خودم مشتریشم اگه واشن کلابا اما الان دقدقه ها مهمترن الاپا که خودمو خفه کردم لایه این کتابا هر شب خودمو میکنم آچار کشی. اوف چی گفت یه چیز ببین روح یاسا تو قلم سوال میشه حس کرد دیگه. چی میگه اگه کلابا باشه من خودم مشتری اولشم و منم از لایه پایین داستانا مشکلی ندارم منم دوست دارم ولی تو تعریف ما از حالا چیه؟ تعریف شما از حالا چیه؟ تعریف من از حالا چیه؟ یعنی زمان فعل. میگه که من خودمو ول کردم لای کتابا یعنی دنبال هنرم دنبال اینکه کار خفن بدم شعر خفن بنویسم دنبال هنرم وگرنه منم خوشم میاد از کلاب رفتن و داستان کردن و این داستانا. ولی شما چی؟ و یه جورایی داره میگه حالا میتونیم یه برداشت سیاسی طورم ازش داشته باشیم
و بعد میره توی کورس کار که میگه هر شب میکنم خودم آچار کشی. بریم صدامه. واسه اینکه تو صاف بشی دور هنرمند حسار کشید همون امضایی که میخواد مچالشی هر شب خودمو میکنم آچار کشی واسه اینکه تو صاف بشی دور هنرمند حسار کشید همون امضایی که میخواد مچالشی فلون پرچون شاتری لقمه هم حلاله بگو شهرها بری بیم شکم نی اینجا این مدلی شعرام من میسازم زیر سقف کاگلی برا همه چیگینی ضعیف باتری اما تو لونه لوبتم پم میگه باغری خلاصه این کار نیستی تو مدلی تخم پدرتی جلوم بگو از شاعری نمیگم نیست طرف از در ادایی که دوری از حق مطلب باورا که منتاج نرم چی گفت تو وقتی جلوی من بگو شاعری و یه جورایی قبول دارم. نسل الان بیاد جلوش بگه مثلا تلخون بیاد بگه به سوهل من شاعرم، یا مثلا یه سری رپرها که الان بابام بیاد بگن من شاعرم چیگیری میگه، یعنی من رندت میکنم چی میگی، من اینو مینویسم تو چی مینویسی، اصلا بیتو ببین و ببینید نه یه فوش الکی تو داره. حالا گفت تخمه باباتی ولی نه الکی فوش داره نه لیریک، اصلا فوق‌العاده خفنه لیریکس آهنگ، اصلا بیتا مثل حلوا اینجوری میره تو گوش، این گوش میره تو مغز، یعنی این گوش بیرون نمیره میره تو مغز، این حلوا میشه بخوریش. خیلی خفنه شوئل، خیلی خفنه سوئل. شوئل چیه بابا، من خودم زبونم گرفته بابا. بریم ادامه بچه به مطلب باورا که منتاج نرم یا از غرب نجات پرست نیستم نشو قمر در اقرب و مقی اگه تو نگرسی ککمک نظر راجع به این ترک مکتب باد میده مثل وزخ به قبقب شما فکر بکنین ما رو آفورت لک لک بیشرفی داغی نمیدونی با کی طرفی اینجایی دختر بازی کنی ناخلفی تصمیم با کبراس بخوره نیش از افی بیشرفی مثل یه شیری که تلف شه از بیالفی نبودی نگه نبود ترفی انفی رپر شدین از بیهدفی هر شب خودمو میکنم آچار کشی واسه این که تو صاف بشی دور هنرمند حسار کشید دمون امضایی که میخواد مچالشی هر شب خودمو میکنم آچار کشی واسه این که تو صاف بشی دور هنرمند حسار کشید دمون امضایی که میخواد که میخواد مچالشی دیگه نگفت چونگینی. مگه میشه سوئل چیگیری آهنگ بده گوشتو نوازش نکنه؟ چقدر این رپر خفنه، چقدر این رپر خفنه. یعنی بچه‌ها نه که بخوام الکی از دی آرتیست حمایت کنم یا مثلا بخوام بگم پاچه خاریشو بکنم، کار قوی خفنه و واقعا بقیش آنچنان نرسیده ولی امیدوارم برسه کاراش وایرال شه. واقعا رپر قدرتمندیه سوئل و حقشه و داره یه جورایی کسایی که میان از دختربازی و نمیدونم این ور اون ور آهنگ میدن میگه نمیدونی وضعمون چیه. منم دوست دارم این کارا رو ولی تو هنر دیگه نیارش این داستانا رو و دغدغش اینه. و مگه میشه سوئل ترک بده؟ بازم میگم سوئل ترک بده و گوشتو نوازش نکنه. چقدر این ترک خفن بود، یه جوری ترک یه خودنمایی لیریکال بود از سوئل ولی ما قبلا تو اقوا قوی تر اینا شنیده بودیم ولی اینجا یه زن آهنگ یه حس گنگ و این که اومدم یه سری حرف بزنم و اینا داشت. خیلی آهنگ گنگ خفنی بود و خیلی حال کردم. بچه ها این آهنگو حتما برید از یوتیوب خودش، فکر کنم از فریاس پخش شده، از فریاس، یوتیوب فریاس گوش کنید. توی ساند کلاود اسپاتیفای هم حتما ازش حمایت کنید چون واقعا به نظر من باید به کاری که خفنه بها داد. نریم الکی کسایی رو گنده کنیم که هیچ هنری ندارن، فقط میان 4 تا آهنگ چرت و پرت میدن و چون وایرال میشه ازش حمایت میشه. نه، از هنرمند واقعی حمایت کنید، از هنرمند واقعی حمایت کنید. سوئل نشون داد خیلی خفنه
قبلا هم میدونستیم آقای خفنه ولی الان مطمئن‌تر داریم میشیم. این ترک هم خیلی فوق‌العاده بود. بیتش رو خیلی دوست داشتم. بیتش اونقدر چی میگن، درامزینش اصلا اونقدر زیاد تغییر نداشت. اصلا اونقدر چی دارم میگم، زیاد تغییر نداشت. بیت از اول تا آخر آهنگ یه ذره یه نواخت بود، ولی سعی کرده بودم با بک وکال یه ذره یه چیزایی روش بندازن که یه ذره حس ایجاد کنه، ولی کار خیلی قوی بود. و کارهای فریاس مثل یاس و سوئل و اینا رپرایی هستن که تکس محورن. یعنی چی؟ یعنی تو آهنگ میده و بیشتر به تکسه دقت کنی تا بیته. و اینجوری مثلا خود باقیاس درسته بیت زنیش فوق‌العاده خدا بود، ولی تو باید گوش کنی یاس چی میگه. تو دیگه نباید با بیت فعلا چیز کنی که کار خفن و قوی بود. دیگه زیادی حرف زدم، خیلی زیادی حرف زدم، ببخشید بچه‌ها. ویدیوی جناب خان که قبل از این ویدیو آپلود شده رو من 3-4 روز پیش قبل از اینکه برم مسافرت گرفته بودم، آپلودش کردم. یعنی تو مسافرت داشتم ادیتش می‌کردم. یه ولاگ خفن گرفتم از سنندج و همدان. فکر کنم 2-3 تا ویدیوی بعدی یا شاید هم ویدیوی بعدی نمیدونم، ولی منتظرش باشید، نوتیفیکیشن روشن کنید، حتما میاد. حرف دیگه ای نیست. عشق منید. خدا یار نگهدار.